تابستان امسال در تاجیکستان هوای بسیار گرم و در بعضی روزها غبارآلود به قید گرفته می شود. طبق معلومات آگنسی آب و هواشناسی تاجیکستان در آخر ماه ایول و اول ماه اوگوست حرارت هوا در اکثر ناحیه‌های وادی از 38 تا 42 درجه رسید. هوای غبارآلود نیز در یک قطار روزها به قید گرفته شد. این پدیده اساساً از انتقال ذره‌های چنگ از منطقه‌های بیابانی آسیای مرکزی توسط شمال‌های جنوبی و جنوب و غربی به وجود می‌آید. تاجیکستان در تسمه چنگ و غبار جایگیر است و در همین تسمه چنگ و غبار زرد زیاده از 9 بیابان بزرگی دنیا جایگیر است. از همه بزرگترین این صحرا است که در شمالی افریقا است، صحرای کبیر میگن. و همین گرمی که از همین سمت می آید باعث زیاد شدن حرارت هوا در تاجیکستان در ماه ایول می گردد. یعنی این سیله هوا که از طرف شمال هم سر شود اون به آسیای مرکزی می آید و از همین بحر میان زمین سر کرده تا این طرف تا به تاجیکستان می رسد. همین سیله هوا برای همین این یکی از سبب‌های گرمشوی ماه ایول می شود. عموما تابستان هم همین وضعیت است. تمام ماه‌های تابستان سمت حرکت هوا نابسته از آن که از کجا سر می شود، از شمال از طرف اروپا یا که از طرف افریقا، همه همین شمال ها از همین بیابان ها گذشته می آید. کارشناسان سبب‌های اساسی گرمی شدید را به فشار بلند اتمسفر که باعث زیاد شدن گرمشوی سطح زمین می‌گردد ربط می‌دهند. در برابر این نارسایی بارشات و خشک شدن خاک، تغییر یابی اقلیم که بسامد موج‌های گرمی را در آسیای مرکزی زیاد می‌کنند و جریان هوای گرم و خشک از منطقه‌های بیابانی باعث گرمی و غبارآلود شدن هوا می‌گردند. همین گازها که از سبب‌های اساسی گرمشوی سطح زمین، بلند شدن حرارت سطح زمین، این زیاد شدن گازهای گلخانگی می باشد. گازهای گلخانگی پرتوهای صنعتی را تشکیل می کنند. از سببی که در تمام دنیا صنعت کنونی با سرعت رفته ایستاده است، این از یک جهت خوب باشد، جهت‌های منفی خود را هم دارد و یکی از جهت‌های منفیش این همین پرتوهای گازهای گلخانگی. گازهای گلخانگی وقتی که به سطح اتمسفر میرسند، آنها افکت همین گلخانگی یا که با اصطلاح روسی پارنیکووی افکت میدهند و از سبب همین سطح هوای اتمسفر در زمین گرم می شود و گرمشوی و بلندشوی حرارت آورده می رساند به تغییریابی اقلیم. چنگ و غبارها، تغییریابی اقلیم، بلند شدن حرارت آورده می رساند به بیابان شوی و آب شدن پیرخ‌ها. ما این در بسیار برآمدهای جناب عالی هم در بسیار کنفرانس های علمی هم گفته گذشته می ایستاده است که شماره پیرخ‌ها در تاجیکستان در کوه‌های ما آب شده، کاسته شده ایستادن، آب شده ایستادن، نابود شده ایستادن، از بین رفته ایستادن. این بسیار خطر جدی می باشد. ما می دانیم که همین سطحی اگر سفید باشد، نورهای آفتاب انعکاس می شوند، فرو برده نمی شوند. و وقتی که پیرخ‌ها آب می شوند و سطح الکی سفید نه، الکی رنگی خاکستری یا سیاه و مبدل می شود و فروبری نورهای آفتاب به عمل می آید و از همین جهت هم سطح زمین گرم می شود، حرارت بلند می شود. به تاکید متخصصان، عاقبت‌های گرمی و غبارآلودی هوا با بلند شدن خطر آفتاب زدگی و بی‌آبشوی ارگانیسم انسان، بد شدن صفت هوا و افزایش بیماری‌های راه‌های نفس مخصوصاً برای کودکان، پیرانسالان و شخصان گرفتار استما، زیاد شدن خوف سر زدن سوختارهای طبیعی، افزایش استفاده بر زیاد نیروی برق برای خنک‌کنی، بلند شدن سطح آب بعضی دریاها از حساب آبشوی با صورت پیرخ‌ها و دیگر عامل‌هایی که به آن علاقه‌مند هستند.
اساساً آدمانی که با بیماری راهی نفس، دیقی نفس، بیماری های دل و رگ، بیماری های فشار بلندی، بیماری های قند گرفتارن، بسیارتر از این خیل هوا اذیت میکشن. هوای گرم و غبارآلود اساساً بر راه‌های نفس و هاضمه تاثیر منفی خود را می‌رساند، زیرا که پرده‌های لابی بینی این هوا را نفس کشیده و شش‌های ما می‌دهد و هنگامی که هوا غلیظ باشد ما نفس می‌کشیم و راه‌های نفس را از این با مشکل‌ها گرفتار می‌کنیم. و این هوای غلیظ و گرم با سلامتی کودکان، شخصان کلانسال تاثیر منفی دارد. برای همین ما از مادران، از اهل جمهوری خواهش میکنیم که از ساعت‌های 11 تا 5-6 بگاه اگر یگان کاری ضرور نافتد به بیرون کم برآیند و در زیر کنیسانی‌ها نیز کم نشینند، زیرا ما یک باره از هوای گرم و هوای خنک می‌دراییم. این تاثیر بسیارتر باز منفی‌تر می‌رساند، زیرا که به سلامتی ما با بیماری‌های التهاب گرفتار می شود. همون شخصانی که از هوای گرم یک باره با هوای خنک با زیر کنیسانی را می درآیند، این با بیماری های التهابی گرفتار می شوند. علامت های آفتاب زدگی در شخص بیمار این کم شدن قوت آدم، کم حالی و بلندشوی حرارت بدن، سرخ شدن پوست بدن آدم و هر خیل نشانه های سرخی دمیدن در پوست آدم، درد سر، کم قوتی، بلندشوی حرارت بدن، در پوست پیدا شوی نشانه های التهابی. توصیه ما طبیبان همین است که باید که بیشتر آب نوشاکی استفاده برند و نقاب های یک کرته استفاده برند هنگامی به بیرون برآمدن و میوه‌جات های تر و تازه بسیارتر استعمال نمایند. همزمان در این گونه وضع هوا برای حفظ سلامتی طبیبان توصیه می‌دهند که خصوصا کودکان، پیرانسالان و شخصان گرفتاری بیماری‌های راهی نفس احتیاطکار باشند. از ساعت 11 تا 18 زیر نورهای آفتاب کمتر گشت و گذار کنند و بیشتر آب نوشند. به ساکنان توصیه می شود که هنگام زیاد بودن چنگ و غبار نقاب پوشیده تیرزه خانه ها را پوشیده نگاه دارند.